لایق رجبوف ورزشکار تاجیک به محاربه نوبتیش در تشکیلات UFC آمادگی می‌بیند. رقیب او تری اوگدن ورزشکار آمریکایی است. محاربه 20 ایول در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود. من در شهر میامی قرار دارم. تمرین خود را در میامی به انجام رساندم. امروز فردا به وگاس سفر کرده باشد روز 20 محاربه نوبتی خدا خواهد با غلبه به وطن برمیگردیم. قرار است لایق رجبوف بار چهارم به میدان UFC برآید. این ورزشکار 34 ساله تاجیک از ماه مارس سال 2023 در این تشکیلات معروف در محاربه‌های آمیخته رقابت می‌کند. لایق رجبوف تا این وقت در UFC 3 بار برآمد کرده، در 2 محاربه غالب شد و 1 بازی را باخت. این ورزشکار از دستگیری مخلصان می‌ندار است. تشکر زیاد برای همه هموطنان، برای آدمایی که بی‌طرف نبودند، دستگیری کردند و سخن‌های نیک به همه چی که ما رو بلند کردند. تشکر زیاد به همه شما. لایق رجبوف در کارنامه خود 18 غلبه و 5 باخت دارد. نام این ورزشکار ماه فوریه سال 2023 در پیوند به اختلافش با کانور مکگregor ورزشکاری معروف در سرخط سامانه‌های ورزشی دنیا بود. در آن سال کانور مکگregor نام این ورزشکار تاجیک را از روی خط ورزشکاران خط زد که باید در مسابقه التیمت فایتر برآمد می‌کردند. توجه به محاربه‌های آمیخته سالهای اخیر در تاجیکستان زیاد شده است، هرچند نظرها به این نماد ورزش که شرکت‌دارانش همدیگر را بعضاً تا بیهوش شدن می‌کوبند یکسان نیست. تنها در تشکیلات UFC 4 ورزشکار از تاجیکستان برآمد می‌کنند. ورزشکاران تاجیک در دیگر تشکیلات‌های وابسته به محاربه‌های آمیخته هم برآمد می‌کنند.